سلام کوچولوهای مهربون، به رادیو قصه خوش اومدین. بیاین با هم بریم به دنیای قصه ها. این داستان کروکودیل کوچولویی که گاز نمی گرفت. یه روز قشنگ و آفتابی کنار یه رودخونه آروم یه کروکودیل کوچولو زندگی میکرد به اسم کروکو. کروکو یه کروکودیل بامزه بود، با چشای درشت، یه دم کوچولو و یه عالم دندون تیز. ولی یه مشکل کوچولو داشت. هر وقت ناراحت میشد یا چیزی رو دوست داشت یا حتی خیلی هیجان زده میشد گاز میگرفت. یه روز کروکو داشت با دوستش لاکپشت کوچولو بازی میکرد. لاکپشت گفت بیا توپ بازی کنیم. کروکو خیلی خوشحال شد، ولی وقتی توپو گرفت از خوشحالی یه دفعه گفت ای و گازش گرفت. لاکپشت گفت آی کروکو دردم اومد. کروکو جا خورد و گفت اوه ببخشید من نمیخواستم. ولی لاکپشت ناراحت شد و رفت. کم کم همه دوستای کروکو فهمیدن. میمون کوچولو گفت من دیگه با کروکو بازی نمی کنم. اردک گفت اون گاز میگیره. حتی ماهی ها هم ازش دور شدن و کروکو تنها شد. نشست کنار رودخونه و یه آهی کشید و گفت من فقط میخوام بازی کنم. چرا همه ازم دور میشن؟ مامان کروکو اومد کنارش نشست. آروم گفت کروکوی عزیزم چی شده؟ کروکو با چشمای اشکی گفت مامان من نمیخوام کسی رو گاز بگیرم، ولی خودم نمیفهمم که این کارو میکنم. مامان لبخند زد و گفت اشکالی نداره، میتونیم یاد بگیریم. مامان گفت هر وقت خواستی گاز بگیری بیا این کار رو انجام بده. اول دهنتو ببند، بعد یه نفس عمیق بکش، بعد با حرف بگو چی میخوای. کروکو گفت مثلا چی بگم؟ مامان گفت مثلا بگو من خوشحالم، یا من ناراحتم، یا منم میخوام بازی کنم، یا من خیلی هیجان زدم. روز بعد کروکو رفت پیش خرگوش کوچولو. بهش گفت میتونم باهات بازی کنم؟ خرگوش یکم ترسید، ولی گفت باشه، ولی گاز نگیر یا. کروکو سرشو یه تکونی داد و گفت بیا بازی کنیم. بازیشون شروع شد. کروکو خیلی هیجان زده شده بود. دهنش داشت باز میشد که یاد مامانش افتاد. سریع دهنشو بست، نفس عمیق کشید و گفت من خیلی خوشحالم. خرگوش لبخندی زد و گفت منم خوشحالم. ولی یاد گرفتن زمان میبره. یه بار دیگه وقتی ناراحت شد یه کوچولو گاز گرفت، ولی این بار سریع گفت ببخشید من ناراحت بودم. دوستش گفت اشکالی نداره، خوبی که بهم گفتی. کم کم کروکو یاد گرفت وقتی خوشحاله حرف بزنه، وقتی ناراحته بگه چرا ناراحته، و وقتی عصبانیه نفس عمیق بکشه. کروکو دیگه گاز نمی گرفت. دوستاش برگشتن. لاکپشت گفت بیا بازی کنیم. میمون گفت تو خیلی خوبی. اردک گفت من دیگه ازت نمی ترسم. کروکو کنار رودخونه نشست، به دوستاش نگاه کرد و لبخند زد و گفت من دیگه با دندونام دوستامو اذیت نمی کنم. من با حرف زدن دوست پیدا می کنم. و از اون روز به بعد کروکو شد کروکودیلی که دیگه گاز نمی گرفت. بچه‌های عزیز، امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. تا یه داستان دیگه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.